اینها سحر و جادو نیست. اینها آزمایشات واقعی هست که شما با انجام دادنش فرزند بازیگوش و بیش فعالت رو به علم و دانش مشتاق میکنی. داخل یه لیوان روغن بریزید، سپس آب اضافه کنید و کمی رنگ خوراکی بریزید. تنها با انداختن یه قرص جوشان شما حرکت مولکول‌های آب و روغن و رنگ رو خواهید دید. این قدرت قرص جوشانه. شکر و مایع ظرفشویی رو داخل آب هم بزنید تا حل بشه. دیگه حباب‌هایی که ازش درست میکنی نمیترکه و یه سرگرمی عالی تو خونه داری. تخم مرغ رو در سرکه سفید بریزید و بذارید تا یه شبانه روز بمونه. سپس اون رو بیرون بیارید و بشورید. حالا شما یه تخم مرغ با قدرت الاستیک و شفاف دارید. توپ پینگ پونگ روی سطح آب بالا میمونه، ولی در یه بطری برعکس که داخلش آب میریزیم پایین قرار میگیره. این اصل ارشمیدس در مورد نیروی شناوری است. فنر نازکی که کمی کشیده شده رو پس از قرار دادن در آب داغ به حالت اولش برگردون. این قانون انبساط جامداته. مقداری شن در یه بشقاب بریزید و بهش الکل اضافه کنید و روش مخلوط شکر و جوش شیرین بریزید. کافیه حالا روشنش کنید. یه هیولای سیاه مرموز از خواب بیدار میشه و موقع خواب شما رو با ترس روبرو میکنه. عزیزای دلم، حتما این پست رو لایک کنید و 3 تا قلب قرمزم حتما برای من بذارید. عزیزای دلم.